المطار المطار شوف وين ماشي دور واو مملدومیم این تصاویر زنده که میبینیم از دوربین ایران اینترنشنال از همکاران من در اورشلیم، این تصاویر رو لحظه به لحظه و زنده دارن میگیرن. پدافند هوایی اسرائیل پهپادهای جمهوری اسلامی رو در هوا مورد هدف قرار میده. صدایی که میشنوید صدای انفجار پهپادهای جمهوری اسلامی هست که ساعتی پیش به خاک اسرائیل شلیک شده. صدای آژیر خطر در اورشلیم به صدا در آمد. همونطور که میبینیم اشکال صفای همکارم میدونم که در این تپه ها قرار داره و داره این لحظه به لحظه این تصاویر رو میبینه. به طور